سلام بیننده های خوب و مهربان. آرزو دارم که هر جای این کره خاکی باشید جور و سلامت بشه. همه قسمی که از خداوند متعال میخواین و زندگی کنید با آرزوهای خود برسید. من یک شکایت دارم از خودم درباره خودم. من تصمیم گرفتم امروز که برم یک هوا بخورم و پیاده روی. رفتم، هوا خیلی خوب بود، جای شما خالی. در مو کم کم بهار نزدیک میشه و برفا هم آب شده. یک فروشگاه نزدیک خانه ما هست به نام ایکوماکسی. من همیشه که پیاده روی میرم باید یک سر یا شام باشد صبح باشد اونجا یک سر میزنم. حالا چیزی لازم داشتم یا نداشتم میخوایم که برم یک دفعه ببینم. بعد امروز هم من که از خانه بیرون شدم هیچ چیزی خاصی لازم نداشتم. همه چیز در خانه داشتم و هیچ خریدی هم لازم نداشتم. رفتم فقط هواخوری. پس شکایت از خودم شما بیننده باشین که من هیچی لازم نداشتم که بخرم امروز. بس چیا خریدم؟ وقتی که دان را آمدم در راه فکر کردم چرا من خرید می سنگین شده. اگر آوردم میتونستم شاید بازم خرید میکردم. چند تا چیز را پیش از اینکه در کاسه باید حساب کنم ماندم. گفتم که برده نمیتونم. پس شما بیننده باشه ما الان اینا را از خلطش بیرونم. شما سیکن ما چی خریدم و شما هم همینطوری عادت دارین یا نه؟ این عادت چی کار کنم که این کار دوباره تکرار نکنیم، که وقتی که بریم هیچ چیزی هم لازم نباشد خود آدم نخره. و ما اینی عادتم هست. شما منتظر نظرات و کامنت شما هستم که شما بنویسید درباره این که وقتی آدم هیچ چیز لازم نداره فروشگاه ما را خرید منه. بازم که دادان را آتش سخت است اگرشان از خانه ما را کمک میکنه. همیشه وقتی ما خرید کنم زنگ بزنم خب این نامه مردماشون در موتر خانه میره. پس اینی از عادتم بود، از شکایت امروزم بود که درباره خودم بود. شما حتما نظر بدین. لطفا لایک، سابسکرایب از فراموش نشین. اینا رو من خیلی خوش دارم و خریدم شاید لازم نشه. اینا مرزان شده بود. رشت که تخت مرغز اینا خاطر که پوست نزدیک شده اینا رو ارزان کرده بود. 20 روپی. 20 روپی به نظر ما 12 تا خوب. اینا رو گرفتیم دانه 20. 2 تا روب گرفتیم که
اینا هم شده دانه پوزدهی. هر کس این ویدیو رو میبینه اگه در این شهر هسته باره خرید کنه، خیلی خوب هسته. این پوزده شده بود. الان ما که گوشت گوسفند گوشت بکنیم، خیلی از همه گوشت خوب است. ایران گفتم که پیشتک بگیرم، ارزان شده، کیلون 120. به نظرم قیمتش خیلی خوب بود. اینجام که برنج خیلی خوبی هست، دیده میشه و اینم ارزان شده بود. 5 کیلون چی شده بود 100 روپیه، 100 کرون اینجا. بیننده های خوب و مهربان، یعنی هم از عادت من که وقتی هیچ چیزی لازم ندارم فروشگاه رو هم خریدم. شما بینویسید شما ممی رقم هستید مثل من، آیا چی کار کنیم که بتونیم این کار همیشه تکرار نکنیم. پس خدا حافظ از همه شما. این گل را 2 سال مشدرم. هیچ وقت هر دفعه از این گل خریدم و دوام نورد. این 2 سال میشه. یک از عزیزایم خریده بود. بدی هر سال انده ما گل مونه. چند تا گل کده. گلتر و تازه هم. قدر قشنگ گل. گل 2 ساله ما. این 2 سال میشه که گل میده. میبینید 5 سال میشه. 5 سال میشه که ما گل درم و این از اول خیلی اینقدر بوده که اینقدر کلان شده. همیشه آب لازم نداره. ما یک دفعه باید زیر گلدان آب بریزیم. بعدش کم کم خیلی کم آب، خیلی آبی کم لازم داره ولی خیلی بلگای پر آب داره. این 5 سال هم میشه اینقدر شده. ما نه خاک زیره بدل کدوم نه ایره کدوم چیزی کدوم، فقط 1 ماه بعد 2 ماه بعد یک دفعه آوردیدم. فقط از زیر گلدانش، از زیر گلدانش باید آوش شوشنه. قشنگه ولی من خیلی خوش دارم. این 2 تا گلی که داشتم نشدیدم اینم باید این تو بلند شونه و در زیرش آوش بریزی شوکنی. اگه از بلهشی آو شوکنی شاخهاش مایه بالا خشک میشه. پس این 2 تا گل تقریبا 1 عادت داره. برگایشی خیلی پروبه ما خیلی تیش دیده. ما نموشیم نصافی میزنیم اینا را. فقط اینا آفتاب نیاز را میشه که میته پیش درچه باشد یا ما پنجره خیلی خوب تازه مونه.
اینم از آخرین برفایی که براش میگیرید. اینم اولین گل بهاری که در شهر ما سبز کرده.